82 نامه صادق هدایت، نامه 11 پنجشنبه 25 مهر 1325. یا حق، کاغذی که به تاریخ اول اکتبر 9 مهر بود به اضافه پاکت دنباله میراث هیتلر و کاغذی برای اسکندری اخیراً رسید. آن دو کاغذ را به توسط قریشی فرستادم، اما خیلی تعجب کردم که کاغذهایم آنقدر دیر میرسد، چون تاکنون هر چه کاغذ فرستادم شخصاً در پستخانه سفارشی هوایی کردم و قبض گرفتم. نمیدانستم که حتی پست ما غیر از آدمیزاد است. شاید کاغذها سانسور هم می شود. هیچ استبعادی ندارم. مملکت گل و بلبل است. شاید بعضی از کاغذها هم اصلا نرسید. به هر حال چون روز شنبه تعطیل بود سعی می کنم اگر قبول کنند این کاغذ را امروز به پست بدهم، به اضافه مقداری روزنامه رهبر که با پست زمینی میفرستم. با وجودی که سفارش زیاد کردم، مقالاتی که فرستاده بودید خوب چاپ نشد. کلیشه ها هم مال چاپ رنگی بود و عکس هایی که کلیشه شد بی ترتیب چاپ شد. کلیشه های ساخته شده را از اداره روزنامه میگیرم و با آقای جرجانی تحویل میدم. البته مسبوقید که آقای جرجانی یک هفته است در تهران میباشد. رساله به سلامیه را که خواسته بودید نخستین منحصر به فرد آن را پیچیدم و مترصد هستم که به شخص مطمئنی بدم که برایتان بیاورد. آقای جرجانی گفتند کسی را سراغ دارند که با سفارشنامه همین روزها عازم پاریس است و پیش سرکار خواهد آمد. اگر ممکن شد به توسط ایشان خواهم فرستاد. چون از موضوع آن زیاد خوشم نمی آید، اگر بنا شد چاپ کنید بی اسم باشد. البته اصلاحات لازم را در آن خواهید کرد تا زیاد از حد پولتان به هدر نرفته باشد. چند روز پیش رضوی هم وارد شد و 2 نسخه رونویس آن حکایت‌های فرانسه را برایم آورد و مجملی هم از سرگذشت خودش تعریف کرد. از قرار معلوم سرکار کنج عزلت اختیار کرده اید و مشغول مطالعه هستید و من مطمئنم گردشی که او در مدت 1 ماه در فرانسه کرده شما نصف آن را نکرده اید. به هر حال باقی میراث هیتلر را اگر ممکن است زودتر بفرستید، چون عنقریب تمام خواهد شد. از قراری که شنیدم دولت با دزدان مسلح قشقای کنار آمد و آن را نهضت دموکراتیک تشخیص داد. از اول هم پیدا بود که کاسه زیر نیم کاسه است و در نظر دارد کاریکاتور آذربایجان را در جنوب به دست دزدان درست بکنند. من از اوضاع هیچ سر در نمی آورم. راستش خسته شدم و اصلا روزنامه هم نمی خوانم، اما از سکوت توده بیشتر تعجب می کنم. نهضت آذربایجان به هر جور و با هر قوه به دست هر کس درست شده. اقلا نهضت پیشروی است و اصلاحاتی که در آنجا کردن به درد باقی مملکت میخورد. اما نمیدانم گردنگیران و دزدان معروف که عده زیادی از مردم را به کشتن دادند چه اصلاح و چه کاری را از پیش خواهند برد. به درک هر چه میخواهد بشود. مملکتی که به جز مسئولیتش هیچ چیز دیگرش نصیب ما نشده و روز به روز در این لجن بیشتر باید فرو رفت. راستی نمیدانم موزه بشر را در پاریس دیده اید یا نه. اگر توضیحاتی راجع به آن چاپ شده یا انتشاراتی دارد به طور نمونه برایم بفرستید. از قول من به خانمتان و به آقایان عباس و فریدون خویدا سلام برسانید. زیاد قربانت. امضا.